بره بگوش نمیخواد دیدی چه جوزه باید ها؟ ماسو؟ بابا لابا همه لطیفه لکی جان میخوندن لگشیوش میخوانه همه اصلا لطیفه را باید منصور لطیفه را باید در آخرش خواندن اول معنیش گوش میکنی یکی خنده‌آور باشه یکی خنده گیری بعد آخرش میخندی یکی خنده نگیره چی؟ خنده کی نگیری در اولش میخندی منصور من گوش کن در اولش میخندی بعد سیدی اون کسی که نقل میکنه گو لطیفه را بعد میگی این خنده برای آخرش بود تو اگه لطیفه میدونی؟ کنی گو کدو لطیفه میدونی؟ کنی؟ نمیدونی انا لطیفه را من میگو تو گوش کن گوش کن اگه بسیار نه جمعه گوش کن منصور همین لطیفه منصور گوش کرده دی حالا مردک زن میگیره مردکی بسیار بقر مردکی بغضب بوده گسله بوده باز زن میگیره زنش در اسب میشینونه گوش کرده دی منصور در اسب میشینونه میبره خونهش میبره راز رفته ایزده که اسب در بولی اسب عروس سور میکنه با اسب میگه که قمچین میزنه که بداو قمچین میزنه که بتوز اسب نمیدوا با یه مرده گزاله بوده باید ملتق داشته شکرچی بوده با همین ملتقه میگه گوش کن اسب یک بگم یک اگر ندهی میپرونمت ملتقه یک بگم اسب میتوزه یه عروس همه گوش کریزه تماشا داره با میرم که یکی با یه جویا کوه میبرویا سینی کوه برمانده نمیتونه اسب با یه مردم میگه که دو اسب باز دور زده سینی کوه میبرویا میره با یه جو میره که یا اوه یا دریای چه که باید اسب پرای بولی هوای من میگم اسب نمیپره منصور گپا گوش کن آخی لطیفه را گوش کن با همین اسب ای بلو همون جوار نمیپره میترسه با این مردک بگه که سه میگه اون میپرونه اسبا میپرونه با یه عروس ها میگیره ای دستش فهمیدی با وردن خونه میبیوره انا بای عروس پیر بشه 70 ساله بشن من نقل میکنه ده همین سینی یک بو همسوش نقل داره هم کافی میگه این همین قطعه حبیب برده که بقری بغضب این 70 سال زندگی دارم نکی اولی دو نگفتم فهمیدی؟ تو نمیخندی اخی نمیخندی الان جوجه باید خندی خمه خیلی میخندم علیکه تو لطیفه میدونی؟ انا گو که لطیفه ترا گوش کنیم محسوس انا کن روز افندی را میپرسم سچه کالکا برمیا خای افندی اول به مسعود افندی ایزدم اکو یا روز افندی را میپرسم که сколько время ها خای بچی افندی ساعت میبینی که خای 12:55 خای روز میگه 5 مینوت 15 عدیل 00 بوده یا همسایه خود نزدی خونه افندی میبید بعد جنجال میکنه میگه هی افندی همین خرد هر خونه مو میبید فهمیدی این خرد بیزار کراخی تو چه صاحبی خری اما خاطر نصیحت کن خونه من نبیا آخی انصاف داری یا نداری همو خاطر یا نصیحت کن یا خونه من نبیا دیگه آخی هر دو خونه من با افندی میگه که همسایه همین خرد چند بار نصیحت کردم
هزارا بار نصیحت بکنم میدونی چی بگم میگم که ای خری بیعقل بر خانه دوست خود بسیار مرو هر چند عزیزی عاقبت خار شوی بابا یه لطیفه دیگه هم گو گو تا من که زنانده زی کانکا چی خیلی یه بچه زنبور چشمش گردیده خیلی بعد چو کرد باباش گفته که شما چشمش ورم کرده انا که بعد چی گفته بچه کدی زنبور سلام علیک کردم زنبور یه او در فروان انا که باید مهده که دیگه بوده استراحت میره گوش کن منصور میره چی میره کورورد میره میدونی کورورد جایی که دم میگیره این مهده خد دم میگیره استراحت دوره یا ماه میره دم گیری یا ماه دم گیری میره کی با همون همروش میگه خیلی خود توقع آمدی همون یانگره نواری خطی دم گیره گوش کنید من همین 11 مدت قطعی همون زنک عذاب بکشم یا موهی که دمی کرورتم همیشه دم بگیرم